دانشجو دارم دانشجو درسات در میکنم فقط درسات در میکنم همون دبای تا باشه یک رویش میکنم نشید نسه همون جادا کلاش کنی اتیورکا وانی نه همون جا بردونم یک رویش کنی نمیسه کویا بینه باینا تو را بینه نسه بسیار درسات در میکنم السلام علیکم معلم جان سلام علیکم یک قرصه برای بهار نازنین بزنیم زنده باشید خوش آمدید پاجا نوروزتون مبارک شما برای همه شما تمام خوشحال زندگانی را تمنا میکنیم بگذار مهر باشه بگذار محبت باشه بگذار یک جفامی باشه بگذار همیشه تاجیکستانی صاحب استقلال ما مثل همه خیلی بهار گل شکوفان باشه یک خرسکی بلند دیگه میزنیم نوروزمون مبارک شما لبای معلم جان درگیجو میگردی تو درگیجو میگردی معلم جان خیلی خود میدونی که ایروز نوروزی همه جا رها پروبکا کاروبکا نه پروبکا آخی مرا گوش کن تو گیجو مدی ولی درس بدی دفتر اینا دفتر معلم جان پاپا هم موش خورده همی دفتره همی دفتره مردم همی خودگی همی دفتره دیدی هم پوسات ها میگه هم صفات نمیگه رنگی من میخونم نخی معلومه مرا گوش کن ای گیجو مدی تو ما معلم جان گفتم که کانترکترش قطعه بیروز بودیم قطعه بیروز در رد آمده پروبکا کاروبکا کانترکترش خیلی معلم جان یا بسم الله استغفرالله خاطی معلم سوز گازا تو درگیجو بدی گفته من طرف پرسیده سا معلم جان ما سخن پاس بالا نگفتیم ما گفتیم رد آمده استادیم همین ماشین داشتیم که خیلی بالای ماشین رد یا بسم الله استغفرالله نه خب بالای ماشین به کفا این مردک چوکالی تو آدم نخواد نوروز بزنم معلم جان مرا گوش کن اوینده تو چی میشه اوینده میخوام مثل شما یک معلم میشم که تمام مردم محله افتخار کنه که خیلی معلم دارم یعنی آموزگو معلم شدن میخوایی معلم باورش کنه ماینه دفتر تو بخوا بلند نخون درس بده معلم ایگو درس بده اینا همه برادر آمدن مادر پدر همه درس آمدن تو دکجو میکردی زود درس بده مو میگم درس بده اینا همه برادر اپارات چی کامره چی اکمه چی دکجو میکردی بچه نخو استاد آدم بزنم آخی معلم جان خود شما رفتی که درس دیم خود من معلم شما طلبه خب دکجو میکردی بچه آدم استاد نمیزنم اومد تو رفت درس بده معلم جان من اکا پرش که پوری ورته بگیرم میدونی چی؟ خود من رفتی درس بدیم من آینده آموزگار شده میخوام دکجو میکردی تو عیب شرمانه میدونی بچه آخی معلم جان هر روز شما برام خیلی میزنی سر کفوندی مرا چون به سواد همین پدری تو مرا زنگ میزنه میگه کی همین فرزندی ما درس خونیش شبیه ریوری ما دیدی کریویش کرد میگه کی فرزندی من تربیهش چی خیلی پدرت با نگفتی نظر با من خیلی سوز به سامت چی بگم مرا گوش که لبه چند سال شیطان مکتب میخونی چند سال 13 سال مکتب چند ساله 11 سال تو چرا 13 سال میخونی آخی خیلی بعضی وقتا میشم خیلی مرا گوش کن همین یک سوالات بتم التماس سوالات ما جواب بده 5 برم همین سال تمام کن خب مرا گوش کن اولین بار کی با کیهان بالای محتاب برام کی اولین بار با کیهان بالای محتاب برام شروع گوش کن پدری من به سواد داخل شروع گوش کن اینجا معلمای سودگیان گوش شد کدسیان خب و نفهمه که به سوادی مرا گوش کن اولین بار کی با کیهان بالای محتاب برام آخه کی اولین بار با کیهان بالای محتاب برام پدری من ای سرت مانا پدری تو کیهانه وره نه او چی پدری من بگوی آخه او چای من محتاب میدونم یک خرسک بزنین یک خرسک مرا گوش کن یک سوال دیگر میتونم پوشیدای سر برام دوشه همین تو مرا بگو که گو باقلا یا گوسپند معلم جان گو اوه سواد زور شده تو چه اثبات کردی که گو باقل بودن اینم خیلی راحت رفتی استفاده کی یکی هم ماشین تیز اومد گو ماشین دید ایستاد ماشین گذاشت با گوی ما کدر رفت پس معلومش گو باقلا برای چی گو باقل نه گوسپند نه دفع که معلومم گوسپنده چی با؟ گوسپند رنگی گوه من تره دیگه چی بگم؟ ای معلم جان تو در همین نوروزی
یگان سخن گفتنی هستی ای بدونی چی معلم جان چی؟ او یا جیان داری که او روز اخشل خمده دانشگاه در نو داخل شده که حتما همه خلاصه گفته که من شیرچو یک دوست بدونم گفته که نه برادر پای اون برام مرحمت شیر میفروشن دویده رفته گفته بخلشگاه شیر ماندگی خب گفته شیر کیه چی شیر با؟ باید زنگی بوز بالا خسته گفته شیری من گفته خاله جان شیر گاو نداری همین اکبر نه خود تا امرو ای بچه دیوته تو همین شادم خلیش کنی شرمندش کردی تنم نگی ها برای سانه کی نمیخونه